سرخط مهمترین خبرها: دادگاه بار دیگر امر داد که مبلغ رادیوی آزادی پرداخته شود. مقامات از همسایه‌ها درباره رئیس پیشین فرودگاه پرسیدند. و پرسش از مردم درباره درآمد از سهمیه‌های راغون چی می‌دانید؟ درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 9 می سال 2025 است. دادگاه زینه کاساسیونی در ایالات متحده عبارت از 11 دادرس دستور داده است که آژانس بین‌المللی رسانه‌های آمریکا بودجه ماه اپریل رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را در اختیار این رسانه بگذارد. سخن درباره 12 میلیون دلار می رود که قبلا از سوی کنگره برای رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی جدا شده بود. حکم دادگاه زینه کاساسیونی نیمه شب 7 می صادر شد. روز 29 اپریل یک دادگاه فدرالی به آژانس بین‌المللی رسانه‌های آمریکا یا USAGM دستور داده بود که بودجه ماه اپریل رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را پردازد، ولی اجرایش این قرار چند ساعت قبل از جلسه همه دادرس‌های زینه کاساسیونی از سوی 3 دادرس بازداشته شد. اکنون آژانس بین‌المللی رسانه‌های آمریکا باید قرار دادگاه را از 29 اپریل اجرا کرده 12 میلیون دلار بودجه ماه اپریل رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را پردازد. در عین زمان آژانس حق دارد که از بالای قرار زینه کاساسیونی به دادگاه عالی آمریکا شکایت کند. روز 14 مارس USAGM بودجه رادیوی آزادی را در حدود 75 میلیون دلار برای ماه‌های مارس سپتامبر سال 2025 بازداشت. این کار پس از دستور پرزیدنت دونالد ترامپ انجام شد که فرمان داده بود خرج کار 7 اداره از جمله USAGM موافق قانون‌ها کاهش داده شود. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی این کار را غیر قانونی خواند و علیه USAGM اقدام قانونی کرد. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی رسانه مستقل و زیر چتر USAGM است که از حساب یاری به بازگشت کنگره کار می‌کند. حامیان حقوق رسانه‌ها تلاش‌ها را برای از بین بردن USAGM ظالمانه خوانده، گفتند این کار تحفه برای رژیم‌های سرکوبگر در سراسر جهان است. طبق اطلاع دریافته رادیوی آزادی، مقامات به نزد همسایه‌های اسمت الله عبدالله زاده رئیس پیشین فرودگاه دوشنبه رفته از آنها درباره این مقامدار سابق پرسیدند. عبدالله زاده 2 می به دنبال برکناریش بازداشت شده بود. به گفته دو منبع آگاه، مقامات تفتیشاتی به محل زیست اسمت الله عبدالله زاده در ناحیه اسماعیلی سامانه شهر دوشنبه رفته از همسایه‌ها پرسیدند که درباره عمل‌های رئیس پیشین فرودگاه چی می‌دانند. به گفته یکی از همسایه‌های عبدالله زاده، آنها به مفتشان گفتند که خانواده اسمت الله عبدالله زاده با آنها رابطه چندان نزدیک نداشتند. یک شکایت همسایه‌ها به مفتشان این بود است که تا نیمه شب از خانه عبدالله زاده صدای بلند موسیقی می آمد و آنها را ناراحت می کرد. نظر خانواده اسمت الله عبدالله زاده به این دعواها فعلا معلوم نیست. با گذشت یک هفته نه مقامات و نه خانواده عبدالله زاده درباره این قضیه صحبت نمی کنند. اسمت الله عبدالله زاده و معاونانش روز 2 می از مقام‌هایشان برکنار شدند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان در خبرنامه نوشت که اسمت الله عبدالله زاده و معاونانش در رابطه با سنجش مالیوی و آشکار شدن کمبودی‌های جدی در فعالیتشان از وظیفه آزاد کرده شدند. مقامات از این بیشتر جزئیات ندادند، ولی بعضی پیوندان عبدالله زاده گفتند که او با از خود کردن 10 میلیون سامانه گمان زده است. اسمت الله عبدالله زاده از سال 2016 رئیس فرودگاه دوشنبه بود. بانک آسیای رشد تصدیق کرده است که برای ساختمان نیروگاه راغون 500 میلیون دلار جدا می‌کند. در این باره کمیته دولتی سرمایه‌گذاری تاجیکستان خبر داده است. به قول منبع موضوع سرمایه‌گذاری بانک آسیای رشد به نیروگاه راغون روز 7 می در دیدار معاون اول نخست وزیر تاجیکستان با رهبر بانک در شهر میلان ایتالیا بررسی شده است. پرزیدنت بانک آسیای رشد مساتو کندا بار دیگر آمادگی بانک را برای جدا نمودن 500 میلیون دلار آمریکایی برای این لایحه مهم تصدیق نمود. آمده است در خبر رسمی، اما دو طرف جزئیات این سازشنامه را آشکار نکردند. از جمله معلوم نیست که بانک آسیای رشد کی و با کدام شرط‌ها برای نیروگاه راغون 500 میلیون دلار می‌دهد. مقامات تاجیکستان تلاش دارند که برای بنیاد نیروگاه راغون از نهادهای مالی بین‌المللی سرمایه جلب کنند. روز 17 دکمبر سال گذشته بانک جهانی برای راغون 350 میلیون دلار گران یا مبلغ بی بازگشت جدا کرد. به اطلاع وزارت مالیه، بانک آسیای سرمایه‌گذاری و انفراستراکچوری برای راغون 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کند، ولی شرط و شرایط گرفتن مبلغ از این بانک چینی معلوم نیست.
حکومت تاجیکستان دستور داده است که مجلس سهامداران جمعیت سهامی کشاده نیروگاه راغون برگزار شده در آن ترتیب تقسیم درآمدها از حساب فروش نیروی برق قبول شود. هنوز معلوم نیست که این جلسه کی برگزار می شود و مهمتر از این از حساب فروش برق راغون چقدر درآمد به دست آمده است تا آن تقسیم شود. دولت تاجیکستان سال 2010 در یک معرکه نیمه مجبوری فروش گسترده سهمیه های راغون را آغاز کرده بود. در این معرکه 890 میلیون سومانی از فروش سهمیه ها و همچنین پول های خیریه برای ساختمان نیروگاه جمع آوری شد. با گذشت 16 سال از فروش سهمیه ها دیگر معلوم نشد که مردم کی از این کاغذ های قیمتناک فایده میگیرند. ما از ساکنان در خیابان های دوشنبه پرسیدیم که با چقدر مبلغ سهمیه راغون را خریدند و آیا درباره درآمد از آن فکر کردند؟ پاسخ را با هم ببینیم. خریدم. چند سوم ده خریده؟ 100 سومانی ده. با خواهش خودتان یا که از این اداره دادن؟ احسوی همین آینا کلخوز هم سالخوز است. سالخوز هم دو دادم. این سهمیه ها باید درآمد بیارن برای صاحبشون. شما یگان وقت درباره درآمد گرفتن از این سهمیه فکر کرده بودید؟ چه میشه درآمدش نمیدونم. چه درآمد بود دوشا؟ وقتی نیروگاه راغون به استحصال برق سر میکند باید از فروش همون درآمدش تقسیم کرده شد. شما در این باره میدونید؟ نه. نمیدونم. یگان چی ندارم. او خردگی بودیم. چند سامانی دارم؟ وقت 5000 روپیه بود. یک سال بود. 5000 دا گرفته بودیم. هر موقع چند یک سال دا خرده بودیم. شما درباره درآمد گرفتن، فایده گرفتن از این سهمیه‌ها یک بار فکر کرده؟ فکر میکنیم بازم با امیدیم. کی با امیدیم مخی. ان شاء الله چی میشه اکثر. اینجا خدا را شکر. ان شاء الله میگیم کی میدونم. با امید چی هست؟ با امید خیر. با امید مخ کنیم با امید چی. میشه اکثر ان شاء الله. او خریدم 8000 بخریدم. برای چی گرفتین میتونم بپرسم؟ همو یوردم کردیم که تیزتر شود اکن. بو شهر از اینم آبادتر زیباتر شود. بو همین برق چقدر بوشد همین قدر نست خلق با. برای این خریده بودم من. یکو بار من باید نکنیم خریدم دیگه همین کسی باید کردن نبرومدم. خب فایدهش همین تیزتر شود. سهم گذاشتیم نقص که خلق سهم گذارد روغن آباد شود. مو به نقص. دولت به کمتر خلق هم باید فایدهش رسد که. وقتش داشتیم راستی با. در چند سوم نیدم؟ یادم در رفت دیگه که. یادم در نیست راستی. کجا هستن همون ورقه قیمت؟ وای اگر ممکن که کوبیم بیایم ده ممکن. یک سوال اساسی که آیا یگان وقت درباره فایده گرفتن از این سهمیه فکر کرده بوده؟ نه. چرا؟ نمیدونم دیگه سببش نمیدونم فکر نکرده بودم راستی. بعد برای چی خریده بوده این سهمیه را؟ خیلی که وقتش تمام خیلی بود که چی کرده بودن ما سهمیه گرفته بودیم یکی پولی بسیار هم چی نبود کمتر دا گرفته بودیم درسته یکی بود یکی حوزه عینی حال نمیدونم کجاست. البته خریده بودیم. چند سومانی؟ 100 سومانی. برای چی گرفته؟ گفتم خریدیم. فکر کردگیم روغن بسازن ممکن بعد فایده شب گیره. گرفتگیان برای یاردم آخی همون خانوادگی گرفتگیان. درباره درآمد گرفتن، فایده گرفتن از همون کاغذ قیمتناک یگان وقت فکر کردید یا پرسیدید؟ یگان فکرم نکردم. گرفتم دادن قطعا یاردم دادن کاغذ اهمیت ندادن گم کردگیان. اگر نه پول یاردم دادن از جای کار و همجا اویلک میگیری که. بینندگان عزیز اگر شما هم در این موضوع نظری دارید لطفاً در زیر برنامه نویسید. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 9 می را فرا می‌گیرد. نهم می سال 1916 هنرپیشه مردمی اتحاد شوروی غفار ولامت‌زاده تولد شده است که در
77 соли умраш барои рушди ҳунари балет ва баъдан рақси миллии тоҷикӣ заҳмати зиёд кашидааст. ӯ аз аввалин намояндагони тоҷикистон буд ки то солҳои 50 дар театри Большои Москав таҷриба омӯхта дар донишгоҳи ГИТИС ҳунари устоди балетро омӯхтааст. муҳимтарин хидматаш таъсиси нахустин ансамбли рақси миллии Лола дар соли 1963 мебошад. 9 майи соли 1945 дар қаламрави собиқ иттиҳоди шӯравӣ иди ғалаба бар фашизм ва пирӯзӣ дар ҷанги дуюми ҷаҳон ҷашн гирифта мешавад. ҷанге ки аз ҳамлаи режими фашистии Олмон ба хоки Полша сентябри соли 1939 шурӯъ шуда бо шикасти режими нозии Олмон дар моҳи май ва таслими ҷопон дар моҳи сентябри соли 1945 ба охир расид, бар асоси ҳисобҳои мухталиф бо марги то 80 миллион сокини сайёра асосан Аврупо анҷомид. ҷанге ки дар паяш харитаи сиёсии ҷаҳон ҳам дигар шуд, ҷони на камтар аз 100 000 сокини Тоҷикистонро ҳам гирифт. 9 майи соли 1946 наққоши тоҷик Сабзали Шарипов таваллуд шудааст ки бо расмкашиву кошикориаш ном баровардааст. ороиши меҳмонхонаи Тоҷикистон, бинои сирки давлатӣ, кохи Борбад, наққошиҳои дохили толорҳои театрҳои ба номи Лоҳутиву опера балети тоҷик танҳо чанд намунаи осори ин наққоши маъруф мебошад. شبانه روز اخیر قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه کم پایان رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد بی تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 124 سامان برابر است 100 دلار آمریکایی باشد تا 1030 سامان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 9 می چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. در روزهای استراحت خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. برایتان استراحت خوشخواهانه.